کشور هندوستان امروز یک اتفاق افتاده که تمام مسلمانان جهان را و به خصوص مسلمانان هندوستان را ماجرا از اینجا شهر کانپور در پرجمعیت ترین ایالت هند اتر پردیش آغاز شد. هندوهای محلی تابلوی را که روی آن عبارت من محمد را دوست دارم با آتش کشیدند. تابلویی که مسلمانان آن را به مناسبت میلاد نبی نصب کرده بودند. سرکوب مسلمانان به زودی در شمار زیاد از ایالت‌ها گسترش یافت. اما مسلمانان از این کارزار دست نکشیدند. ما اولاد آدم هستیم. ما به آدم، به عیسی، به موسی، به تمام پیامبران میگوییم دوستتان داریم. شما از به زندان انداختن ما خسته خواهید شد، اما زبان ما را بسته نمیتوانید. پلیس با استناد به شکایت گروه‌های ملیگرای هندو حامی نریندرا مودی نخست وزیر هند به محلات مسلمانان حامی کارزار من محمد را دوست دارم هجوم برد. به دست کم 2500 تن را دستگیر و علیه ده تن دیگر پرونده تشکیل داد. در برخی از ایالت‌ها گروه‌های حامی حزب بر سر اقتدار ملیگرای هندو حتی خانه‌های مسلمانان را به صورت فراقانونی تخریب کردند. آیا پلیس شواهدی از خشونت دارد؟ به خاطر چی؟ به کدام دلیل هزاران نفر را دستگیر می کنند؟ آنان چی کاری کردند؟ برخورد سیاسی پلیس با محکومیت گسترده مسلمانان هند روبرو شده و مردم در سراسر این کشور شعار من محمد را دوست دارم را بر پوسترها، تیشرت‌ها و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. شماری حتی به خاطر انتشار پست‌های با شعار من محمد را دوست دارم در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدند. قانون اساسی هند آزادی دین و بیان را تضمین می‌کند، مگر اینکه مستقیما باعث تحریک به خشونت یا نفرت شود. نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل اعلام کردند که سرکوب مردم به خاطر شعارهای مانند من محمد را دوست دارم که مسالمت آمیز و بدون هیچ گونه تحریک یا تهدید است قابل توجیه نیست. تلاش دارند زندگی مسلمانان را محدود کنند. منتقدان حکومت هند میگویند که این سرکوب جدیدترین نمونه از نفرت